حلوای شعری عربی رو اینطوری درست کن: کره، شکر، شیرستلی خامه و شعریه. نصف کره رو در مایتابه میندازیم، شعریه ها رو خرد میکنیم و به کره آب شده اضافه میکنیم. وقتی که خوب تفت دادیم در ظرف دیگه‌ای میکشیم. شکر رو کاراملی میکنیم. نیمه دیگه کره رو بهش اضافه میکنیم. شیرستلی رو اضافه میکنیم و تا زمانی که حالت آب نباتیش از بین نرفته هم میزنیم. حدود 10 دقیقه تا 1 ربع طول میکشه. خامه رو اضافه میکنیم. مقداری هل. وقتی قوام اومد شعریه هایی که کنار گذاشتیم رو بهش اضافه میکنیم و در این مرحله از روی حرارت برمیداریم و تو ظرف سرومون میکشیم. نوش جان.